گروهی از مشتریان تشکیلات امانتی قرضی خرد مفلس گشته همدستی در شهر خوجند از رهبران بانک ملی تاجیکستان طلب دارند که برای بازپس گرفتن پس‌اندازهایشان کمک کنند. آنها میگویند شخصانی که پس از برهمخوری بانک امانتگذاری همدستی مسئول حل این مشکل تعیین شده‌اند دست نارسند و مردم به حال خود مانده‌اند. محسن جان محمد کریم ساکن شهر خوجند میگوید نزدیک به 870,000 سامانیش را در این بانک امانت گذاشته بود و اکنون 5 سال است پول خود را گرفتن نمیتواند. چوکی تو شاگرد گفتی دیگه ما تلفن هم نکن دیگه وام نک آبای پلاتام بو پلات سوختی هم ما بانکی میلیو شاده نامه سپردگی شاده وکالتی کارم گرفتگی ما چیکار نمیتونیم به امید پول نشاو گفت من خستم بولی فعل جهلمنده کو قازم قازوش را کدام موبایل فازاده خون بازار کرد که ما قاز گفت فازاده بسار کرده سونی خستم بولی یک شیش اکس خورده 4 ساعت که انیماسیو 14 روز به مخون خرافت 18 روز چون این مشتریان فریب خورده بانک کم نیستند. به صورت عموم بیش از 50 نفر تلاش دارند مبلغ‌های خود را پس گیرند. اكو مو جبر دیدوی سود اعتراف کردگی مو 55 کس 55 کس ابو من یگون خیلی همه جا مراجعه کردیم باور کنید اگر ما همه ما عریضای نشان تیم نویرنا цел архив میبرد همه قدر نیستیم همه جا نیستیم везде отписка везде футболя این از وای مقامات میفسن اوه مقامات این از به ایویتاگی نچیو. مشکل این مشتریان را میبایست مدیر مخصوص حل میکرد که بانک ملی تاجیکستان پس از برهم دادن بانک همدستی تعیین کرده است. آنها تا ماه اکتبر سال 2020 در این رابطه با مدیر مخصوص گوهرعلی یاروف ملاقات داشتند. وعده بازگردانی مبلغ‌ها تنها قسماً حل شد. 375,000 پولم همینجور بانکرات شده. 375,000 این پولی چخیل سامانی میداد؟ پولیس همه جمع کردگی سامانی کردگی احمد 40,000 شد دیگه 335 شد. تقریباً یک سال پیش اسکندر سلیموف مدیر مخصوص تعیین شد و حالا نیز نام او در سامانه بانک در این وظیفه نوشته شده است. ولی او در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد 6 ماه فعالیت از کار رفته و حالا نمیداند که به جای او کی تعیین شده است. بانک خرد همدستی سال 2009 تأسیس شده ولی از ماه ایول سال 2015 به دلیل آنکه بحران مالی جهانی در آنها را هم کوفته و قرضداران پول بانک را نمیگردانند پرداخت فایده و برگردانیدن پول مشتریان را قطع کرد. در اولهای سال 2016 بانک ملی همدستی را به سبب اجرا نکردن عهده‌داری‌های خود در نزد میزاجان برهم داد. در پی دادگاه اقتصادی آن را مفلس اعلام کرد. مدیر سابق آن سریا پاچاجانووا در عین حال در محبس است. پرونده او تا سال 2017 در دادگاه مورد بازبینی قرار گرفت و اخیراً دادگاه خوجند او را برای 18 سال روانه زندان کرد. دادگاه پاچاجانووا را برای صادر کردن چندین جنایت از جمله از خود کردن پول مشتریان بانک با راه قلابی، ساخته‌کاری حجت‌ها و سوء استفاده از وکالت مجرم شناخت. در زندان بودن مالک بانک به ما هیچ سبکی نمی‌آورد. حالا ماموریت بانک ملی در شخصیت زیبا سیرای و به ما وعده دادند که با برهم دهندگان مسئله چرا تا حال نپرداختن مبلغ‌های ما را بررسی می‌کنند. چون که شریکان دیگری مالکان بانک همدستی که با قرار سود اقتصادی برهم داده شده است اموال باقی مانده را تا کجا مقصدناک استفاده کردند معلوم نیست. در همین حال نمایندگی بانک ملی در ولایت سوخت در یک نامه رسمی به رادیو آزادی پاسخ داد که در آن گفته می شود بانک امانتگذاری خرد همدستی سنه 14 مارس سال 2016 با حلنامه سود اقتصادی ولایت سوخت مفلس اعتراف کرده شده در فعالیت آن مرافعه مفلس شوی آغاز گردیده است. موافق ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بانکی، تشکیلات قرضی از روی عهده‌داری‌های بانک ملی تاجیکستان و بانک ملی تاجیکستان از روی عهده‌داری‌های تشکیلات قرضی جوابگر نمی‌باشند. حالا مشتریان می‌خواهند دوباره به دادگاه اقتصادی نامه شکایتی برند که در صورت پوره مفلس اعلان شدن بانک همدستی باید مسئله پول آنها نیز روشن شود. ضمناً مقدار عمومی قرض بانک از مشتریان تا حال در هیچ کجا نشر نشده است.
дар 5 соли ахир ба ғайр аз бонку созмонҳои молиявии хурд 4 бонки калони тоҷикистон низ ба мушкил дучор шуданд. бонки миллии тоҷикистон дар нишасти хабарии ҷанбасти соли 2020 гуфт ки аз оғози буҳрони бонкӣ Фононбонк 93%, Точпромбонк 72%, Тоҷиксодиролбонк 71 ва Агроинвестбонк қариб 50% пули сокинонро баргардонидаанд. дар бораи бонкҳои хурд хабар дода нашудааст. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.